شفیق خان ببخشید نتونستم جلوشونو بگیرم. عیبی نداره. زمرد خانم یکی از دوستای قدیمی منه. خوش اومدیم. خب چرا از قبل خبر ندادی؟ همه چیو میدونم. خجالت نمیکشی نه؟ چی داری میگی؟ وقتی اون عکسایی که واسه تهدید کردن من به دستم رسیده به دست تو هم برسه، اون وقت میفهمی من چی دارم میگم. دیگه چه تهدیدی؟ اون موضوع 1 ساله که تموم شده. این موضوع فرق میکنه. یشیم پس فهمیدی؟ من یشیمو دوست دارم. تو زن داری؟ وقتی با تو هم بودم زن داشتم. تو هم شوهر داشتی. تو چه جور آدمی هستی؟ چطور میتونی هم با من باشی هم با دخترم؟ چطور جرأت میکنی؟ من عاشق دخترتم زمرد. پس میتونم باهاش باشم. تو نمیتونی. این چه حرفیه؟ منطقی باش. تو نمیتونی واسه بقیه تعیین تکلیف کنی. نکنه به دخترت حسودی میکنی؟ این رذالت باید تموم شه. همیشه میگن هر اتفاقی حتما یه خیر و صلاحی توشه. ما که نمیدونیم، اما مطمئنم که همه چیز درست میشه. نمیدونم، بهتر از زنداداش بپرسیم. خب من دیگه باید برم. نجیب خان منم با شما میام. بیا. تو چی ریحان؟ تو با ما نمیای؟ باید با زنداداش برم خرید عروسی. به شما نگفته بودن؟ نه من خبر نداشتم. امروز قراره بریم خرید عروسی. زنداداش به داداشم چیزی نگفته بودین؟ نیازی نبود. ما زن و خودمون از پسش برمیاییم. اگه به چیزی احتیاج داشتین زنگ بزنین. خب روزتون بخیر. خداحافظ. خداحافظ. با لاله صحبت کردید که امروز میخوایم بریم خرید عروسی؟ همین الان بهش زنگ میزنم. باید دیشب بهشون میگفتین. اونا که مثل شما بی برنامه نیستن. واسه کل هفتهشون برنامه دارن. آخه چه کاری واجب تر از خرید عروسی؟ مادرمه. صبح بخیر مادر. عزیزم کنار بیدار شدین؟ خوبه. ببین چی بهت میگم. امروز میخوایم همه با هم بریم خرید عروسی. نه نمیخواد گوشیو بدی لاله. فقط بهش بگو که امروز قراره بریم خرید. پس منتظرتم. نمیخواستیم باهاش حرف بزنین؟ هر چی باشه من دیگه مادر شوهرش شدم. بهت نگفتم همه چی خیلی زود درست میشه؟ حالا خودشون زنگ زدن که امروز با هم دیگه برین خرید. تا یه بهیارم با خودم میبرم خرید. کاش که زودتر خبر میدادن تا دفنرم با خودم میبردم. اما عیبی نداره. لاله جان لازم نیست بری تو. من حاضرم. میتونیم بریم. یشیم بیدار نشده؟ باید باهاش حرف بزنم. دیشب خیلی منو شرمنده کرد. برای همینم مادرت مجازاتش کرده. تو اتاقه. زندونیش کرده. زندونیش کرده؟ صبر کن نرو. یشیم لبت چی شده؟ چیزی نشده. خوردم زمین. تنبیه شدی؟
خب بذار ملکه اعظم اینطوری فکر کنه. فکرم یکم مشغوله. حالا کجا هست؟ پایین تو سالونه؟ خونه نیست. رفته بیرون. کجا رفته؟ نمیدونم. من اومدم دنبال دایه بهیه. قراره با خانواده چنار بریم خرید. آه لاله، تو چطور میتونی این کارای مسخره رو انجام بدی؟ چرا فکر میکنی مسخره است؟ مگه ما همیشه نمیریم خرید؟ حالا دارم با اونا میرم خرید. چه فرقی میکنه؟ خوبه، پس زودتر برو که دیرت نشه. من میخوام یکم فکر کنم. خیلی خستم. دیگه تو خوردن نوشیدنی زیاده روی نکن. راستش تو یه عذرخواهی به من بدهکاری یا؟ اما چون مست بودی میبخشمت. پس چرا نمیان؟ اونهاش اومدن. امروزم مجبورم زمرد خانم رو تحمل کنم. اون نیومده. پس با کی اومده؟ با دایش. بفرمایین. خوش اومدین. ممنونم. خوش اومدین. زمرد خانم نیومدن؟ نه خوش اومدین. نیومدن. خیلی ممنونم. عذرخواهی کردن. یه کمی دیر کردین. زودتر قهوه رو میخوریم و راه میافتیم. نیازی به قهوه نیست. میتونیم همین الان بریم. هر طور راحتین، پس بفرمایین. تعیین تکلیف میکنه. خیلی زود مطیع شدین زن داداش. فعلا بذار هر کاری دلش میخواد بکنه. باد همیشه به یه سمت نمیوزه. همیشه همینطوری نمیمونه. عمو جان، اگه کمال تاشکیران خودکشی نکرده بود شانس ما تو این مناقصه کم میشد، نه؟ چی شد که چه این سوالی به ذهنت رسید؟ چون پدر لاله است میپرسم. در ضمن اون موقع من آمریکا بودم. میخواستم بدونم جریان چی بوده. این انجمن در شهر استانبول تشکیل شد. انجمنی که نتیجهشو نظر مردم تعیین میکرد. مردم عادی و کارگرم نداشت. یعنی اگه کمال تاشکیران خودکشی نمیکرد حتما برنده میشد. احتمالاً همه تلاششو میکرد که برنده بشه. پس اگه اینقدر شانس موفقیتش بالا بوده چرا باید خودکشی کنه؟ قسمت. خدا خودش هممونو از شر وسوسه شیطان حفظ میکنه. آمین. خانم چرا به غذاتون دست نزدین؟ میخواین یه چیز دیگه بیارم؟ نمیخورم. ببرشون. شرمین؟ اگه اینا رو بفروشی پول خوبی بهت میدن. اما به جاش باید موبایلتو بدی یه زنگ بزنم. مرسی. یه زنگ کوچیک میزنم و بعدش گوشیتو میدم. خطم زیاد اعتبار نداره. باشه، فقط یه SMS میزنم. الو یشیم؟ خبری ازت نداشتم. خیلی نگرانتم عزیزم. مادرت اومده بود اینجا. نمیدونم میخواد چی کار کنه. نگران نباش، من خوبم. نمیتونه کاری با من بکنه.
فردا با قایق بیا دنبالم، منتظرتم. الان در اتاقمو قفل کرده. موبایل و سویچم هم برداشته برده. ببینم میخوای بیام اونجا؟ صبر کن. بذار فکر کنه داره منو تنبیه میکنه. فعلا خیلی عصبانیه. باشه، خداحافظ. مصطفی خان، میشه اون سرویس رو بهم بدین؟ قشنگه نه؟ قشنگه اما من طلای زرد دوست ندارم. تازه لازم نیست چنین چیز گرونی بخریم. تو داری عروس خانواده ایلگاز میشی. من اینو رو واسه خوش اومدن تو نمیخرم، واسه آبروی خودم میخرم. مصطفی خان، این گردنبند و دستبند و گوشواره هاشو برامون بسته بندی کنین. خب پس حداقل بذارین طلای سفید انتخاب کنم. من طلای زرد نمیندازم. چرا میندازی؟ از این به بعد وقتی میای تو خانواده ما باید مثل یه خانم لباس بپوشی و طلا بندازی، نه این شکلی باشی. درست نمیگم؟ شما اینا رو آماده کنین، میگم راننده تحویل بگیره. خب دیگه بهتره وقت رو تلف نکنیم. دایه، شما این کیسه ها رو بردار بیار. من برمیدارم. اگه قرار خودت اینا رو دست بگیری پس چرا دایت رو آوردی؟ چون که اون خدمتکار من نیست. عزیز منه. اونا رو بده به من. نه دایه جون. بدش من، بده دخترم. من میارم. تو باید دستت آزاد باشه تا بهتر انتخاب کنی. من هر وقت میام خرید بعدش میام اینجا غذا میخورم. تو چرا نمیخوری؟ من زیاد اشتها ندارم. ممنونم. زیاد آبگوش دوست نداره، چون تو ایتالیا همش غذاهایی مثل پیتزا و اسپاگتی میخوردن. دایه بهیه خیلی خوب منو میشناسه. خیلی خوبه. ریحانم واسه ما همینطوره. وقتی با یوسف خدا بیامرز ازدواج کردم هنوز خیلی کوچیک بود، تو خونه ما بزرگ شد. یادت زنده داشت چقدر با چنار دعوام میشد؟ هنوزم با چنار مشکل داری. آخه چرا باید باهاش مشکل داشته باشم؟ بهت بر نخوره. خب چون چنار آدم با عرضه‌ایه، رئیس و وارث شرکتم شده. به دل نگیر، شوخی کردم. ما هممون تو شرکت سهم داریم و با هم کار میکنیم. خب شرکت‌های خانوادگی معمولاً همینطوره. درسته. تو خانواده ما همه چیز به پسر میرسه، برای همین فرزند پسر مهمه. زنداداشم خیلی نگران این موضوعه. وقتی لاله و چنار بچه دار بشن این نگرانی هم برطرف میشه. انشاءالله. امیدوارم عروس خانم با این موضوع مشکلی نداشته باشه. من
بچه ها رو خیلی دوست دارم، اما نه برای اعتبارم، چون میخوام مادر بشم. تو یه نوه پسر برام بیار، هر طور دوست داری فکر کن، چون من میخوام نوه‌مو خودم تربیت کنم. متوجه نشدم. از این به بعد باید با ما تو یه خونه زندگی کنین، یعنی تو خونواده ما همیشه همینطور بوده. خب رسم ما اینه که عروس با خونواده شوهرش زندگی کنه. خب عشقم بگو ببینم خرید چطور بود؟ خوب بود، فقط تصمیمی که مادرت گرفته یکم منو نگران کرده. مادرم چه تصمیمی گرفته؟ اینکه ما باید با اونا زندگی کنیم. به نظر من منطقیه. چطوری؟ یعنی همه یه جا باشیم؟ آره، چون اون خونه خیلی بزرگه، برای همه جا به اندازه کافی هست. تازه اینطوری همه دور هم هستیم. اما من طور دیگه ای فکر می‌کردم. میخواستم تو خونه خودمون مستقل زندگی کنیم. زمرد خانم موضوع اینه که لاله دلش نمیخواد طبق خواسته اقبال خانم تو خونه اونا زندگی کنه. بهش نگفتی که چنار گفته میخواد یه خونه مستقل بگیره و تو رو ببره پیش خودشون؟ گفتم اما توجهی نکرد. نپرسید چرا من نیومدم خرید؟ آره من گفتم که شما کار داشتین. دست بردار بهیه، میدونی که من از اینجور رسم و رسوما خوشم نمیاد. اقبال خانمم نباید زیاده روی کنه. حتما باید یه روز برم ببینمش. کار خوبی میکنین، همین روزا یه سر برین. تازه بهتره که طراحمم با خودم ببرم. برای چی؟ برای اینکه اتاق لاله رو طراحی کنه. اون باید بدونه که همه چیز به این سادگی نیست. اون وقت ممکنه از تصمیمش صرف نظر کنه. البته امیدوارم قبلش با لاله هماهنگ کنین. مگه کار خاصی میکنم؟ پرسیدن نمیخواد که. الو عمر جان، چطوری؟ زمرد خانوم زنگ زد، گفت میخواد بیاد دیدنم. قراره معمارشم بیاره تا اتاق لاله و چنا رو طراحی کنه. لاله که هنوز قبول نکرده بیاد اینجا. مگه اون قراره تصمیم بگیره؟ این تصمیم و خانواده داماد میگیرن. پس دیگه چه نیازی به اومدن طراحه؟ خب اینطور خواسته، بذار بیاد. زن داداش، اگه به این زن رو بدی پر رو میشه. بذار حالا که دخترشو عروس کرده یه کمی هم احساس مسئولیت کنه. آره بابا، این دفعه من برنده شدم. آفرین یوسف، از شنارم بهتر بازی میکنی. داداش یوسف تو منطق و ریاضیات خیلی باهوش و با استعداده. خیلی خوبه، ماشاءالله. آخه بازی که نشون نمیده آدم چقدر باهوشه، همش شانسیه. شانسم تو زندگی خیلی مهمه. نشنیدم. پس بشنو. امروز رفتم پیش شفیق و بابت جسارتی که کرده به خدمتش رسیدم. یعنی همه چیز به حرف توه؟ بی عقل. فکر میکنی آدمایی مثل شفیق به خاطر یه زن دیگه زندگیشونو به هم میزنن؟ خواهیم دید. پس خوب شد که در رو رود قفل کردم، وگرنه دوباره میرفتی و به این رفتار رذالتبارت ادامه میدادی. اما من نمیذارم این کارو بکنی.
فیلم عاشقانه قشنگی. درست مثل ما. یاد بودروم افتادم. کنار اسکله تو بغلت خوابم برد. اون تختی که روی آب برام درست کرده بودی. همه چیز فراموش نشدنی بود. میشه همین بابا و زبیده خانمم دعوت کنیم؟ دعوتشون میکنیم، چرا که نه. چنار، تو دلت میخواد که با خانوادت توی یه خونه زندگی کنیم؟ اونا خیلی برای من زحمت کشیدن. هرچی خواستم و هرچی گفتم قبول کردن. نمیخوام ناراحتشون کنم. انشاءالله که شیرینیات مثل دیشب سفت و خشک نشده باشه. نه اقبال خانم، این بار یه آرد خیلی خیلی خوب خریدم. خوبه. اون سرویس روی میز رو جمع کنین و سرویس مخصوص مهمونا رو توی سالن بچینین. میخوام همه چیز مرتب باشه. چشم خانم. فکر میکنی چای توی استکان بدیم بهتره یا تو فنجون؟ آخه مگه فرقی هم میکنه اقبال خانم؟ تو فنجون بریز. باشه. ما داری میریم شرمین، حرفایی که زدم یادت نره. چشم خانم. خانم فکر نمی کنین دارین زیاده روی میکنین؟ خواهش میکنم تو تربیت کردن این دختر دخالت نکن بهیه. شما قبلا زیاد به تربیت دخترها علاقه نداشتین. زود باش، دیگه باید بریم. شب میام دنبالت. باشه چنار. چنار، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. تو اینجا رو خیلی دوست داری، درسته؟ دوست داشتم تا وقتی که با تو آشنا شدم و تو از همه چیز برام مهمتر شدی. منظورم خونه نیست، خانوادت هم دوست داری؟ کی خانواده‌شو دوست نداره؟ اما خب شاید اولین بار که اینجا اومدیم خاطره خیلی خوبی برات نبوده باشه. پس اگه قبول نکنم که اینجا با خانوادت زندگی کنم، تو ناراحت میشی؟ خب یکم ناراحت میشم. ممنون جمیل. خواهش میکنم. باید به لاله بگم که نذاره همه چی رو بهش تحمیل کنن. اما اگه بدون اینکه به لاله بگین کاری بکنین ناراحت میشه. خوش اومدین. خیلی ممنون. گلاتون قبل خودتون رسید. خیلی تعجب کردم. به هر حال متشکرم. این عادت ماست. کم کم با اصول ما آشنا میشین. خب شاید این رسم شماها باشه. بازم خوش اومدید. بفرمایید لطفاً.
این تابلو خیلی ارزشمنده. هر کس میاد اینجا محو تماشاش میشه. قدرشو بدونید. واسه من که خوشیوم نبود. مامان عزیزم، چقدر مریض به نظر میرسی؟ نه، خیلی هم خوبم. ببینمت لاله جان. بفرمایید بشینید. بیا. تا الان باورم نمیشد که در اتاق قفل کرده باشه. دیوونه شده. بیا بریم تو. نه ممنون، من رژیم دارم. چه رژیمی؟ شما که خوبین. خب این روزا همه دوست دارن که هیکلشون رو فرم باشه. بهتره بگذریم و در مورد بچه ها حرف بزنیم. به زودی قراره بیان اینجا زندگی کنن، اما هنوز هیچی حاضر نیست. اگه بخواین من میتونم کمکتون کنم. با طراح هم صحبت کردم که اتاق لاله و چنار رو طراحی کنه. ببینیم. اما چنار این موضوع رو به من واگذار کرده. من میخوام که اینجا زندگی کنین. پسرم هم دوست داره اینجا کنار خانوادش باشه. خونه هم بزرگه، برای همه جا هست. زمرد خانوم، میخواین اتاقشون رو بهتون نشون بدم؟ ممنون میشم. بفرمایید. دیشب بهش تلفن زدم. طراح من عمر تو کارش خیلی وارده. اینجا رو خیلی شیک و مدرن براشون درست میکنه. ما هم وسایل اینجا رو تازه عوض کردیم. مبلمان و وسایلش همه عالی و گرون قیمتن. این مبلمان عرب پسند و زمختن. من که شخصا دوست ندارم. عمر کارش حرف نداره. من اگه جای شما بودم وقتی کار اتاق لاله تموم شد میگفتم بقیه خونه رم طراحی کنه. لازم نیست. منظره بیرون این اتاق واقعا قشنگه. منظورتون این خیابونه جلوی دریاست؟ چه فرقی میکنه عزیزم؟ منظورم منظره دریاست. آخه چنار دوست داره. قایق شفیق؟ اون این وقت روز با قایقش اینجا چیکار میکنه؟ چیزی شده؟ صاحب این کشتی رو میشناسم. بله حتما. ممنونم. خیلی خوب، پس آخر هفته منتظر شما و پسرتون هستیم. از کمکی که کردی خیلی ممنونم. خواهش میکنم. واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. خب شما که خودتون با تجربه هستی. با این اتفاقا که دیگه حال و حوصله تفریح بر آدم نمیمونه. کار کردن تو شرکت خانوادگی سخته. همینطوره. بلند میشیم بحث ازدواج چناره، میشینیم بحث ازدواج چناره. امیدوارم در زمینه دریانوردی موفق باشین. به نظر من که خیلی هیجان انگیزه. مگه شما هم دریانوردی رو دوست دارین؟ خب اگه به خاطر خانوادم نبود حتما این کارو میکردم.
نگران شدم. میرم ببینم چی کار میکنم. از این دختر خوشم نیامد، خیلی آب زیر کاهه. دختر قشنگ من چرا هنوز ناراحته؟ اصلا دلم نمیخواد توی این خونه زندگی کنم. نگران نباش، طوری نمیشه. منم که پیشتم. هر وقت مشکلی پیش اومد و کاری داشتی من کنارتم و کمکت میکنم. اگه تو هم اینجا بمونی خیالم راحت میشه. آفرین دختر گلم. داشتم دنبالت میگشتم. در باز میکنی؟ واسه یشی مجله آورده. بله قربان. یشین ببین چی برات آورده. پس این دختره کو؟ شرمین؟ زمرد خانم خیلی عصبانی میشن. نگران نباش، خودم بهش میگم. آقا تو رو خدا به مادرتون بگین من مقصر نبودم. خیلی خوب باشه. کدوم اتاق مال چنار و لاله است؟ یکی از همین اتاقاست دیگه. خب البته فعلا خیلی مناسب نیست. یک شنبه میگم طراح هم بیاد. یک شنبه تعطیله و نجیب خان استراحت میکنه. اون اصلا وقت نداره، به خاطر من یک شنبه رو قبول کرد. باشه بهش بگین بیاد. بله کرم جان. مرغ از قفس پرید مادر جان. چی؟ چطوری؟ من از کجا بدونم؟ یا پریده تو دریا با خودشو کشته یا یه شاهزاده با قایق سپید اومده دنبالش. باشه عزیزم، حالا تو خونه باهات حرف میزنم. خیر باشه زمرد خانم، خبر بدی بود؟ دوست کرم از خونه فرار کرده. خب دیگه بهتره بریم. منم با شما میام. تو بمون. چنارم یاد اینجا، همه با هم شام میخوریم. گفتم امشب غذایی که پسرم دوست داره رو درست کنن. خیلی وقت دور هم نبودیم. تو کار خیلی سخت و بزرگی از من میخوای. آره، چون ارزششو دارم. میدونم که ارزششو داری. خواستم یه قولی بهم بدی. جوابتو نشنیدم. به این زودی نمیتونم جواب بدم. کار خیلی سختیه. باشه، پس دیگه منو نمیبینی. خیلی خوب باشه. کاریو که میخوای انجام میدم. خوبه. دلم واسه دور هم غذا خوردنمون تنگ شده بود. جات خیلی خالی بود. دل ما هم تنگ شده بود. خدا رو شکر. انشاءالله از این به بعد هممون همیشه دور همیم. بهتره همه چیزو فراموش کنیم و دور هم خوش باشیم. خیلی خوب دیگه، بفرمایید. نوش جان. خدا به این سفره و جمعش برکت بده. آمین. بفرمایید. مادرته. جواب نده. بذار زنگ بزنه. ازش نمیترسم. قولی که به من دادی و بهش نمیگی یا؟ نه عزیزم نگران نباش. اون هر دوتا اونو میکشه. الو؟ میدونم که یشیم الان پیشته.
شفیق. آره پیش منه. متاسفم، واقعا برات متاسفم. خجالت نمیکشی نه؟ زمرد از جون ما چی میخوای؟ دیگه زنگ نزن، راحتمون بذار. پس فطرت تا یه رسوایی به بار نیاره دست بردار نیست. زمرد خانم و معمارشون تشریف آوردن. روز تعطیل اینجا چی کار داره؟ یعنی چی کار داره داداش؟ دیگه فامیل شدیم. بفرمایین. خوش اومدین. ممنون. خوش اومدین. خوش اومدین زمرد خانم. خب ما عجله داریم، عمر خان خیلی وقت ندارن. ببخشید که روز تعطیل مزاحمتون شدیم. میشه سویت لاله رو ببینیم؟ اتاقش. ببخشید؟ منظورشون اینه که فقط اتاقشون شخصیه. تو این خونه بقیه چیزا مشترکه. طبق سلیقه جمع باید باشه. جایی که من باید روش کار کنم و نشونم بدید. اینجا به بزرگی منزل تاشکیران که نیست، کوچکتره. اینجا خونه ماست. هتل تفریحی که نیست ها؟ خانواده تاشکیران همیشه تو خونه های بزرگ زندگی کردن. خدا رو شکر. ما به همین خونه هم راضیم. خیلی خوب و راحت زندگی میکنیم. اگه بخواین میتونم برای لاله یه آپارتمان بخرم. شما زحمت نکشین. خونه چنار اینجاست. خودش و همسرش اینجا زندگی میکنن. آیشه شما رو راهنمایی میکنه. ممنونم. بفرمایین خانم. خسته نباشین. ممنون. خوب پیش میره؟ آره خوبه. واقعا که خیلی بهتون میاد. آره اما من هنوز خیلی هم تو این کار وارد نیستم. بذاری کمکتون کنم. پس هر کاری که لازمه انجام بده. باشه انجامش میدم. راستش کار خیلی زیادی هم نداره. ببین من به لاله زنگ میزنم میگم امشب بیاد که نمونه طرحاتو ببینه. پس امشب میبینمتون. باشه. من سرامیک دیوارای حمامو نپسندیدم. مهم نیست. من که خیلی خوشم اومده. مطمئنم خیلی خوب میشه. فقط تا همین حد میشه درستش کرد. شب همگی به خیر. کجا بودی؟ نگرانت شدم. من خوبم. با یکی از دوستام رفته بودم بیرون. خیلی خستم. میرم بخوابم. من یه دقیقه میرم پیش یشیم. مامان فقط سعی داره بهت یه کمی کمک کنه یشیم جان. همینطوره که میگی. یشیم تو چت شده؟ دوست ندارم مثل غریبه ها با هم حرف بزنی. نگران نباش. به زودی خبرای جالبی میشنوی. چه خبری؟ میبینی مثل تو خبرساز میشم. فردا پرو به لباس عروس دارم. با هم میای؟ میتونی نظرتو بگی. چنارم باهات میاد؟ نه اون نمیتونه با همون بیاد.
مهموناتون رفتن؟ خب حالا که رفتن اومدی به حسابم برسی؟ نگاش کن، حال و روزشو ببین. متاسفم، خیلی برات متاسفم. دیگه نمیتونی جلومو بگیری. دیگه نمیتونی منو اینجا زندانی کنی. نمیدونم چی باعث شده که انقدر احساس قدرت میکنی. خب اگه گوش بدی الان برات توضیح میدم. به خاطر این عروسی الان چشم همه به خانواده ماست. با همون مصاحبه میکنن و حرفمونو میشنون. دختره سرکش، همه چیزو خراب میکنی. سویچ ماشینم، موبایلم و کارت اعتباریم لطفاً.